سلام دوستان، پرهام هستم و اینجا کانال مستر درآمده. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطور پیکسل تپ رو به ولت تونکیپر وصل کنید. اول وارد ربات میشیم، سعی میکنیم تا بیاد. بعد از اینکه ربات اومد روی گزینه کیف پول میزنیم و اینجا اولین کیف پول تون هست، میزنیم روش. بین کیف پول ها تونکیپر رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه این گزینه اومد ولتتون رو انتخاب میکنید. هیچ وقت دوتا اکانت رو به یه ولت وصل نکنید. من اینجا روی ولت اولی که اسمش ولت خالیه یه دونه اکانت پیکسل تپ دارم. ولت دو رو من انتخاب میکنم، بعد کانکت ولت رو میزنم. بعد از اینکه وصل شد خارج میشیم. حالا اگه برای شما لوگوی پیکسل تپ توی تونکیپر نیومد چند تا راهکار داره. اول اینکه چند بار تکرار کنید. اگه دوباره نشد فیلتر شکنتون رو عوض کنید. اگه باز هم نشد روی یه گوشه دیگه امتحان کنید. اگه باز هم نشد راه حل دیگه این وجود نداره و احتمال اینکه نشه خیلی کمه. هم دوستان ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو براتون مفید بود و فکر میکنید برای دوستتون هم میتونه مفید باشه، برای دوستتون این ویدیو رو بفرستید.